سلام بر شما عزیزان. اصلا فکر کردید که زندگی یه فرصته؟ خداوند متعال یه فرصت هایی به انسان میده، اگه اون فرصت رو ازش استفاده درست کرد رسید به هدف، استفاده درست نکرد از دست رفته. ببینید اینجا اگر احساس کنید مثل با من میبودید، در کنار من میبودید، اینجا مدینه منوره است. بوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران هست. اونجا رو نگاه کنید، اصلا تصور کنید ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم از یه خونه بیاد بیرون، لبخند شادی بر لبش میفرماید الحمدلله الذی انقذه بی من النار. خدا را تو را هزاران بار شکر که این بنده خدا رو به دست من هدایت دادی و از آتش جهنم رهایی دادی. حکایت چی بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفته بودند به عیادت یک بنده خدایی بود، در خانه پیامبر خدمت میکرد، یهودی بود، پسر بچه‌ای بود، خدمت میکرد، مریض شده بود. پیامبر رفته بودند عیادت این بسیار کارمند، وضعش خراب بود، در سکرات بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این لحظه بسیار فرصت طلایی رو میخواد به این فرد بده، بهش میگه که بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نوجوان میترسه، چطور بگه؟ پدرش یهودی، خودش از پیامبر صداقت و ایمان رو دیده، میدونه، اما میترسه. به پدرش نگاه میکنه، پدر میگه اطع ابوالقاسم، حرف ابوالقاسم رو بگیر. جوان میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و قبض روح میشه. رفت مرد، اما شهادت داد بدون اینی که یک رکعت نماز خونده باشه، یک کار کرده باشه، یک چیز از دینو کرده باشه، یک شهادت داد وارد بهشت شد. فرصت طلایی بود، از دستش نداد. در مقابل میبینیم که رسول خدا میاد پیش عموش کیه؟ ابو طالبی که در راه دین از هیچی کوتاهی نکرد، زحمت ها، تلاش ها. بابا 3 سال شب ابی صالح محاصره شدن پیامبر و یاران اونم باشون بود، گشنگی، تشنگی، سختی، ترور، همه رو به جان دل خرید. پیامبر خدا لحظه آخر میگیم که عمو جان این فرصت طلایی، یه بار بگو تا من روی جلوی خدام بتونم یک شفاعتی بکنم. این فرصت رو ابو طالب از دست داد، ازش استفاده نکرد. اینا فرصت هاست. کی از شما که شنیده باشه که بنی شیبان کجا زندگی میکردن؟ همین مثنای شیبانی، این یکی از سرداران بنی شیبان بود. هیچ که نمیدونه مثلا جاشون کجا بود، شهرشون چی بود، چجور زندگی میکردن، فلان و علان. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به قبایل عرب این فرصت رو دادن که آقا منو بگیرید با خودتون ببرید تو سرزمین خودتون، اونجا بشه مرکز توحید. فرصت بهشون داده شد، همه این فرصت انداختن دور. خودشون رفتن به طائف، اهل طائف زدن انداختن بیرون، فرصت رو از دست دادن. امروز طائف چیه؟ شهر عادی معمولی، کسی رفت کسی نرفت. خب اما 6 تا نوجوان مدنی از یثرب اومده بودن مکه، دیدن بچه ها یه فرصت طلایی. این شخص همونیه که یهودی ها ازش حرف میزن، اگه اینو ما ببریم به شهر خودمون چه میشیم؟ این فرصت به اینا داده شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن به مدینه. یثرب چی بود؟ یه تکه زمینی، چند تا نخل داشت و اطرافش همه سنگای آتش فشانی، جایی برای مناسب برای زندگی هم نمیتونست باشه، نمیتونست رشد بکنه. پیامبر اومد اینجا، این شهر شد یکی از مشهورترین شهرهای دنیا، رشد کرد، هیچی، مرکزی شد که در تا روز قیامت بچه های مدینه فقر نخواهند دید. مرکزی هست که همیشه شلوغ مردم میان، تجارت و بازرگانیش میچرخه و فلان. چرا؟ چون که فرصتی که بهشون داده شد اون فرصت رو غنیمت شمردن. تا روز قیامه مدینه خواهد بود و نتیجه چی؟ نتیجه همون فرصت. این فرصت ها رو خداوند متعال به ما میده. خداوند به ما فرصت صحت میده، ازش استفاده کنیم. فرصت جوونی میده،
فرصت نمیدونم وقت میده، فرصت زندگی داده و این فرصت ها رو اگه ما استفاده نکردیم کی ضرر کرده؟ خودمون. پس بیایید از این فرصت ها استفاده کنیم، چون فرصت یه بار میاد، شاید دوباره تکرار نشه و همون یه بارش ما میتونیم بریم به بهشت برین انشاءالله.